بله، باند دیوارچین و باند آدمخوار اینا معروف شده بودن. اسمشون دیوارچین و آدمخوار بودن. اینا کارشون این بود که تو افسریه بیشتر نزدیک 47 نفر با شمشیر جلو کاروان عروس رو میگرفتن، به اون کاروان میگفتن آقا عروس مال ماست. یعنی بالاتر از این ما تو هیچ جای دنیا ندیدیم و نداشتیم که همچین کار کثیفی رو بکنن. به کل جناب سردار رادان اون موقع رئیس پلیس تهران بود، دستور اومد که سریعتر این باند جمعش کنه. این افراد همشون سابقه دار و همه سابقه دار، چاقوکش، همه لات لوتا بودن دیگه. با هدفشون چی بود؟ فقط شرارت. همه کار میکردن، همه کار سرقت میکردن. یعنی یکی از اقداماتی که انجام دادن یکی از خلافاشون که بزرگترین خلاف بود همین به کاروان عروس لطمه بزنه و عروس با خودشون ببرن. که الحمدلله بچه‌ها همه آگاهی مخترمون رو خواستیم. حدود یک ماه و نیم این باند جمعش کردیم و سرکردهشون هم اصغر خارجی بود، زمان معروف بود، کشتگی بود که خدا رو شکر به خیر و خوشی. اون موقع حال و هوای مردم چطوری بود؟ خب ناراحت بودن، همه نگران بودن، همه استرس داشتن. یعنی تو روزنامه اینا منتشر میشد دیگه؟ نه نذاشتن تا روزهای آخر که اینا دیگه بازداشت. ولی خب رو و وحشت تو شرق تهران افتاده بود که باید اینا باید جمع میشن. خب کار پلیسه. پلیس هم تا اون اطلاعات کافی رو نداشته باشه، مخبرینی که نداشته باشه به هدفش نمیرسه. خوشبختانه آگاهی یعنی آگاهی داشتن به همه چیز. باید حواس، اگر حالا خودنمایی نباشه، اگر خدا به همه 2 تا چشم داره، به بچه آگاهی 4 تا چشم داده. شما اون موقع مسئول این پرونده بود؟ من نه، همه بچه‌ها همه با هم یه گروهی بودیم. ما 4 تا 5 شعبه همه درگیر این موضوع بودن تا رضایت اون منطقه رو گرفتیم. اینها مهمترین پرونده هایی است که این کارآگاهان در سالهای گذشته به نتیجه رساندند و مختومه شده. پرونده های زیادی بودن ولی اونی که مستقیم به نظرم دخالت داشتیم و ممانعی که از خاطرها زیاد روش صحبت شده همون پرونده قتل سریالی قزوین هستش. پرونده مشهور مهین که حالا بعداً فیلم و مستند و اینا هم ازش ساخته شد رو تیم شما تونست کشف کنه. بله، تو اون تیم من هم یکی از اعضای تیم بود. پرونده تصادف ساختگی بود. در برگشت جواب پزشکانی رو از هم خدمتتون که دستکاری میکردن، جعل میکردن و کشفش کردیم. خیلی حائز اهمیت بود. کارآگاهانی که چند سالی است بازنشسته شدند اما در دوران خدمتشان در قسمت‌های مختلفی از پلیس آگاهی حضور داشتند. من عملیات بودم، پایگاه‌ها بودم، اداره 10 قتل، اداره 1 سرقت مسلحانه، مختلف بود دیگه. بعدم آخرین سمت هم فرمانده قرارگاه آگاهی بودم. تقریبا در تمام پرونده های جنایی این 3 دهه اخیر که در کشور اتفاق افتاده به نوعی کنار دوستان مشارکت داشتیم. حالا افسران و کارآگاهان بازنشسته دوباره به پلیس آگاهی برگشتند، این بار برای کمک به حل پرونده هایی که هنوز باز هستند. پرونده های گذشته و پرونده هایی که در سنوات قبل کشف نشدند در اختیار این همکاران توانمند ما قرار میگیره و تحت نظارت پلیس آگاهی اینها در جهت کشف این پرونده ها و پیجویی و پیگیری این پرونده ها و جرمیابی در این پرونده ها اقدام میکنند. رئیس پلیس آگاهی فراجان میگوید حضور کارآگاهان بازنشسته باعث میشود تا حجم زیادی از پرونده ها به نتیجه برسد. اولویت اول ما در رسیدگی به پرونده های سرقت منزل، مغازه و اماکن و وسایط نقلیه خواهد بود. ولی این نافی این موضوع نیست که پرونده های دیگه در این قسمت مورد رسیدگی واقع نشن. فکر میکنم که افق روشنی تو این زمینه در پیش رو هست که بتونن هم از قابلیت های بازنشسته ها استفاده بکنن، از طرفی تکلیف پرونده های معوقه‌ای که بر اساس حالا میزان اهمیت میتونن تقسیم بندی بشن، میتونن تکلیف اون پرونده ها رو هم مشخص بکنن. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.